کتاب فرق شیعه نوبختی. و فرقه دیگری که در اینجا هم باز هم از اون به عنوان مهدی ذکر شده، فرقه دیگری هست که میگویند که و زعموا ان محمد ابن اسماعیل لم یمت و انه غایب متستر، و در بعد از این روح انه القائم المهدی که ایشون قائم مهدی هست، و معنی القائم عندهم انه یبعث بالرسالة، و معنی قائم بودن یک فرقه دیگری هستن برخلاف اون فرقه قبلی معتقد هستن قائم بودن که فلانی امام قائم هست یعنی این که انه یبعث بالرسالة، یک رسالتی به ایشون داده می شود و به شریعت جدیدت، یک شریعت جدیدی رو می آورد ینسخ بها شریعت محمد صلی الله علیه و آله و ان محمد ابن اسماعیل من اولی العزم، که این معتقد بودند که محمد ابن اسماعیل از جزء پیامبران اولو العزم هست و وقتی ما میگیم ایشون قائم هست یعنی اینکه شریعت قبلی رو منسوخ میکند.